5 فوریه سال 2022 تخمینا ساعت‌های 02:43 دقیقه در حدود ایستگاه نقلیاتی شرکت سفر اوریون مشهور به نام تاکسی 1111 واقع در شهر بختر کوچه عینی دو عدد نقلیات سبکرو مسافرکشانی تمغه اوپل زفیره رقم قید دولتیش 1770 MM03 RT به شهروند عبدالرحیموف اکمل ارکینوویچ ساکن نویه کوشونیان و تمغه اوپل ویکترا رقم قید دولتیش 2532 RT به شهروند یوسفوف امید سید احمدویچ ساکن نویه وخش متعلق بود از جانب شخص نامعلوم با مقصد نیست و نابود کردن اموال آتش زده شد. برای آشکار کردن این جنایت وزنین گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده سفربر کرده شد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در حدود ولایت سوخت در گذرگاه سرحدی فاتح آباد ضمن فرار نمودن از حدود جمهوری و پنهان شدن از تفتیشات پیشکی گمانبر شده شهروند تیشایف اسرائیل زاهیجانوویچ سال تولدش 1997 ملتش تاجیک زاده و استقامت کننده شهر بختر کوچه بهار خانه 223 اویله‌دار صاحب 3 فرزند پیش سود نشده است. سابق راننده شرکت سفر اوریون مشهور به تاکسی 3333 دستگیر شد و نسبتش با ماده 255 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده به حبس پیشکی گرفته شد. معین کرده شد که نامبرده جنایت مذکور را از حیثیت بدبینی و غرض شخصی نسبت راننده شرکت سفر اوریون مشهور با نام تاکسی 1111 صادر نموده است.